حکم چهارم آیت 51 سوره مائده. در آیت 51 سوره مائده حکم چهارم است، حکم به معادات یا دشمنی یهود و نصارا و کافر شدن مسلمان در دفاع از آنان. این بسیار خطرناک است، متوجه باشید که الله میگه که باید مسلمان یهود و نصارا را دوست خود نگیره. اینجا ما و شما یکی توحید داریم، یکی لوازم توحید است، یکی حقوق توحید است. از لوازم توحید چی است؟ از لوازم توحید یکی از احکام چی است؟ موالات و معادات. موالات به معنای دوستی با دوستای الله، دوستی با الله و دوستی با دوستای الله، این موالات میگن. و معادات دشمنی با دشمنای الله. اینال انسان وقتی که موحد هست باید دوست الله باشه. ما وقتی میگم من موحد هستم الحمدلله، عقیده توحیدی دارم، عقیده توحیدی برای من لازم میگردانه که من دوستی با دوستای الله داشته باشم. اول دوست من الله هست، اول دوست من الله هست. والذین آمنوا اشد حبا لله. اول محبت با الله هست، اساس محبت الله هست، محبت الله هست اساس عقیده. اینال محبت دیگران فرع محبت الله هست، اصل محبت الله هست. محبت مخلوقات کسی هسته؟ این فرع است به محبت الله هست. پس هر کسی که دوست الله هست ما او را دوست داریم. نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین، مؤمنین، موحدین، کل از اینا را مهاجرین، مجاهدین، انصار، کلش دوست داریم. به خاطر چی؟ به خاطر الله. پس این موالات است. و معادات چی هست؟ که هر کسی که دشمن الله هست او دشمن ما هست. اگر چی برای ما خدا دوست معرفی بکنه، اگر چی خدا برای ما دوست معرفی بکنه و بگه که من تو را دوست دارم و که تو صمیمی هستم فلان هستیم، اما ما او را باید به خاطر که دشمن الله هست. برش میگیم که تو وقت دوست ما میشی که تو دوست حقیقی ما شدی. دوستی که با الله، دشمنی که با الله ختم بگو دوست ما هست. ما هیچ مشکل نداریم. مشکل ما امروزی که به خاطر ازیست که تو دشمن الله هستی و هر کسی که دشمن الله هست ما دشمن از او هستیم. این موالات و معادات به این اساس هست در اسلام. اگر کسی دشمن الله را دوست خود میگیره، الله میگه دشمنت است، به امروز باید دشمن من هست. تو که مرا دوست داری باید دشمن مرا دشمنت بدانی. اگر کسی دشمن الله را دوست خود جور میکنه و بعد از او که خطرناکترش از او دفاع میکنه، دو حالت است. یا او را دوست خود میگیره. اینجا با شما چند اصطلاح هست. یکی در قرآن تبرهم آمده هست، نیکی کردن است. مثلا یک کافر است، اهل ذمه هست، در سرزمین مسلمان ها زندگی میکنه، تو را دوستت نمیگیره لکن امروش نیکی میکنه، عدالت میکنه. تبرهم و تقسط الیهم در آیت قرآن میگه. یکی کافر حربی خطرناک دشمن الله هست، زد دین الله کار میکنه، باید به امروز دشمنی سرسخت. به امروز اولی رو دوست نداری اما عدالت میکنی، در حقش از دکانش سودا میگیری، پیسیش برش میدی. اهل ذمه هست، زیر نظام اسلام زندگی. اما یکی کافر حربی خطرناک است که در مقابل مسلمان ها سلاح گرفته و مسلمان ها میکشه، باید امروز سرسخت دشمن باشی. و یک کافر که این خطرناک است، آل یک کس دیگه میخیزن با امروز دوستی میکنه، چی حکم داره؟ با یک کافر خطرناک. و یک کس دیگه مثلا حتی از این دفاع میکنه. یکی موالات است، یکی تولا هست. موالات دوستی، نصرت میاد اینجا. و تولا آیت قرآن در این باره
کلش بیان میکنه. الله متعال میگه یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء. یهود و نصارا را دوستایتان نگیرید. یا خطرناکترین دشمنای الله هستند. تو چطور دشمن الله را دوست میگیری؟ با کدام عقل و با کدام منطق و با کدام سیاست و با کدام فکر و با کدام اندیشه؟ کدام آیت قرآن، کدام حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بر تو اجازه میده که این کار بکنی؟ چون اینا در اشکال طاغوت هستن، طاغوت های اینا را دوست دارن و طاغوت مطبوع و علمای درباری که طاغوت های مطبوع هستن اونا به نفع از اینا فتوا میده. اما الله، رسولش، صحابه، تابعین، تبع تابعین، علمای ربانی نه، به نفع از اینا فتوا نمیده. چرا؟ الله میگه یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان، خطاب به مؤمنان هست. لا تتخذوا، لا، الله میگه لا تتخذوا، نگیرید. تو چه قسم ایمان داری که نهی الله در مقابلت است؟ الله میگه لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء. یهود و نصارا دوستانتان نگیرید. یا دشمن الله هستند، دشمن قرآن هستند، دشمن الله هستند، دشمن قرآن هستند، دشمن رسول هستند، دشمن مسلمان هستند. بعضهم اولیاء و بعض. خود یهود و نصارا در بین خود ولایت دوستی دارن، اگرچه در بین خودم بسیار دشمنی سرسخت دارن. خب وقتی که باز در مقابل مسلمان شما باز در دوش صف خدا یکی میکنن، یکی دیگه خود بسیار بد میبینن، در کلکل یکی دیگه خود میزنن. لکن باز وقتی که در مقابل مسلمان شدن با صف خدا یکی میسازن و میگن این مسلمان ضربه بزنیم. الله متعال میگه و من یتولهم منکم. اینجا اولش دوستی گرفتن است، دومش چی است؟ دفاع کردن. و من یتولهم منکم، و هر کسی که اینا را دوست خود بگیره و از اینا دفاع بکنه از شما. باز تولا و موالات فرقش باید بفهمین. تولا چی رو میگن و موالات چی رو میگن؟ این دمی آیات هم تا آمده میره، احکام بادزی آمده میره. و من یتولهم منکم، و هر کسی که از اینا دفاع کرد، دوستی داره که دفاعشان میکنن، فانه منهم. الله متعال میگه و من یتولهم، و هر کسی دفاع کرد از اینمی دشمنای الله که یهود و نصارا هستن و دیگه سیکولارها و کافرهای مثل از اینا هستن. اینال اگر کسی از اینا دفاع کرد، منکم از شما مسلمان ها، یک تعداد خیسن از این یهود و نصارا دوستی کردن و دفاع کردن. الله متعال میگه فانه، امی گروپ، منهم، از جمله از اونا هست. حکم از اینا هم یعنی اینا هم کافر هستن مثل از اونا. اینا هم کافر هستن مثل از اونا. آیت خوب دقیق بخوانین. ما میخوایم که فکر خدا و عقیده خدا مطابق قرآن بسازیم. و قرآن عظیمشان هر حرفش یک درس است، هر کلمهش درس است، هر آیتش درس است، هر سورهش درس است. کل قرآن درس است. کل قرآن، هر آیت قرآن برای است که فکر انسان جور بکنن، فکر انسان درست بسازه، عقیده انسان درست بسازه. بدون قرآن عقیده درست نمیشه. بدون قرآن و بدون سنت نمیتونیم عقیده درست داشته باشیم. و بدون تفکر و تدبر در آیات قرآن و بدون از اینکه از این درس بگیری فکر جور نمیشه. پس مکلفیت داریم که این آیات قرآن دقیق گوش بگیریم و حرف از این توجه بکنیم و حرف از این در مغز خود پرتیم، حرف از این هضم بکنیم، خوب درک بکنیم تا که این فکر ما جور شود و عقیده ما جور شود. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء. ای مؤمنان، شما یهود و نصارا را دوستایتان نگیرید. بعضهم اولیاء و بعضی از اینا دوستای بعضی دیگه خود هستند. و من هر کسی که یتولهم،
دوستی و دفاع میکنه از امی یهود و نصارا و دیگه کافرایی که از اینا که پایینتر هستن بالاتر هستن و بی خطرناک است. فانه منهم، پس اینمی شخصی که دوستی و دفاع میکنه از این کافرها، منهم از ایشان است. با زبان خود دفاع میکنه هم کافر میشه، با سلاح پالوش استاد میشه از او کافر دفاع میکنه هم کافر میشه، با مال خود دفاع میکنه هم کافر میشه، با فکر خود هم دفاع میکنه هم کافر میشه. 4 قسم دفاع میشه: دفاع فکری، دفاع زبانی، دفاع مالی و دفاع بدنی و مسلح. الله متعال میگه که هر کسی ایده کرد از شما فانه منهم، یقینا که همین شخصی که میگه من مسلمان هستم این مسلمان نیست، این هم در جمله از اونها هست. شما حالا فکر بکنید که چقدر از کسایی بودن که در افغانستان در صف روس‌ها بسیار مسلمان ها می جنگیدن، در صف روس قرار دارن، از روس دفاع میکنن، روس کمانده میتش و این مسلمان از روس دفاع میکنه و بسیار مسلمان ها قرار میگیره. امروز اگر زنده باشه توبه بکنه، اسکر بوده، صاحب منصب بوده، بگه اللهم انی استغفرک و اتوب الیک، سر به خاک بانه توبه بکنه و بگه که الله نمیفهمیدم جاهل بودم، استغفار بکنه. چقدر کسای صاحب منصبا، عساکر، وزیرا، کابینه، دیگه مردم من حیث معلم، استاد دفاع میکردن از نظام کمونیستی و از کمونیسم و از روس ها بالفعل در افغانستان، از این دفاع میکردن. امروز وقتی یه آیت قرآن میخونن و نمردن توبه بکنن. و چه کسایی هم در موجودیت امریکایا از امریکایا دفاع میکردن به نام اسکر یا به نام پلیس یا به نام اردو یا به نام امنیت یا به نام وزیری که دفاع میکرد یا رئیس هست، حتی اگر معلم هست در سیستم از اینا داخل است، از اینا دفاع میکنه با فکر و با اندیشه و با سخن خود. حتی اگر جوالی هست در انتخاباتشان در سیستمشان داخل میشه، در نظامشان داخل میشه و از اینا دفاع میکنه. اینا کلش این حکم است. اگر زنده هست تا با حاله و این قرآن میخوانه و این آیت سرش دقیق تحقیق میکنه، توبه بکشه، استغفار بکنه، کلمه بخوانه اثر. و اگر عالم است و مردم دعوت کرده به طرف از این حکومت و به طرف از این نظام و به طرف اطاعت از نظام کفری که تحت قدرت و سیادت امریکا هست، اگر یه عالمی کار کرده امروز فرصتش است توبه بکنه، استغفار بکنه و بخیزه بر مردم بگه که من اشتباه کردم، من غلط کردم، سهو کردم، الله مرا عفو بکنه. حتی ما که این نظام مستعدی کردیم، الله مرا عفو بکنه، استغفار میکنه، توبه میکنه، الله مؤاخذه نکنه. این تجربه دفاع نه. در حالی که ما درس توحید میدادیم، درس ضد کفر بیان میکردیم، باز هم ترس از توبه، یا الله باید هجرت میکردیم، باید فرار میکردیم، باید نمیکردیم. الله عفو بکنه. چرا الله متعال میگه اگر کسی، خصوصا کسایی که باز میخیستن در رادیوها در تلویزیون ها و دفاع میکردن از دموکراسی، از جمهوریت و از این نظام، برادر من وقت مسلح از بالا قماندان روس، قماندان امریکایی، قماندان انگلیس، قماندان ناتو و این سری دستش درشی برش دادن، لباس برش دادن، ماش برش دادن و از این دفاع میکردن و کتزو میجنگه. 01 هست یا 02 هست یا 03 هست یا امنیت هست یا استخبارات هست یا پلیس هست یا فلان هست. والله امروز فرصت داره اگر زنده هست نمرده کلمه بخوانه و توبه بکنه و امرای خانم خود اثر نکاح بکنه و به الله رجوع بکنه. در غیر از اون یه آیت قرآن داخل میشه و الله متعال میگه فانه، اینمی دفاع کننده از کفار، منهم، از جمله از اینا هست. یک وقت من در بی طرف چین میمان بودم، در طرف در
کابل یک منطقه است در طرف اشخور که میدیم جای قلاز به نام قلای لوگری میگفتن. اینجا نفهم چی بود، کدام محفل بود چی بود، ما رو دعوت کردن رفتیم. خب من اونجا رفتم، من موتر نداشتم، من موتر که تو دوست رفته بودم من نفهم کار داشت کدام طرف دیگه رفت. من دیگه از اون طرف هم خودم وقتی بیرون برآمدم من تو پیاده برآمدم در سرک عمومی و هیچ منتظر یک تاکسی موتر بودم که خودم برم طرف خانه. دیدم که یک موتر که خورد با استاد شدم، این موتر استاد کرد. بفرمایید استاد بشین. من فکر کردم کرایه است، گفت نه ما کرایه نیستیم، شش چون کاتشون گفت که عرضه شون کی هستیم؟ گفت حالا ما خیلی کماندو هستیم اینجا بالا، قوای کماندو هست. خب یعنی ما شما رو دیدیم، شما رو در این موتر بالا کردیم. خب بفرمایید. خب من بردن تا یک قسمت گفت والا شما استاد هستین و روشن فکر هستین و فامیده هستین. بعضی کسا برای ما میگه که شما دی کماندو هستین، کافر هستین، که بمرین کشته شدین، جنازتان خوانده نمیشه و مرتد هستین. بعضی ملاهای گونه فکر از چطور هستین، نظر شما چی هست، شما چی میگه؟ شما وقتی که امیال کماندو هستین جنگ میکنین، کت خارجی ها میرین میجنگین و ضد منطقه و منطقه کت خودتان میرین. نیک ما کت خارجی ها میرین. خارجی ها که میرین، شما اونجا که میرین تحت قمانده خارجی ها میرین. من شما گفتم برادر من یک چیزی براتون میگم که اگر شما اینجا زیر قمانده خارجی باشین و برین کت مسلمان ها بجنگین و این کافر بر شما قمانده میته، اگر شما سلاحتان رو بگیرید پس در مقابل کافرتان دور بدین و خودی کافر رو بزنید کشته شدین، شما شهید میشید. در اونجا که رفتی دو ساعت دور بدید کافر میزنی، کافر از بین میبرید تمام میشه. الله برتان شهادت میده. اگر در نمی حالت شما هستین و کافر سر تو حکم میکنن، حکم کافر قبول نمیکنی، اما اگر تو حکم کافر هم قمانده بر تو میده و تو رو میگه درید منطقه و بزن و بکش و تو به امر از این مردم میکشی، تو خودت کافر میشی. خود تو تحت قمانده کافر آمدی، کافر بر قمانده میده مسلمان رو بکش، جنگ است مسلمان دشمن از این کافر است میزنیشه. این آمده یا مثلا یا جنگ نمیکنه یا آمدن سر مسلمان حمله کردن، تو رو میگه بخی مسلمان ها رو بزن، تو آل دفاع زیر میکنی. اگر دفاع زیر میکنی تو کافر میشی، تو دفاع کردی از کافر. شما چی میکنی؟ والا ما خب قمانده اینمی کافر میکنیم، ما خب امر ازو میکنیم، برای ما امر است که وقتی اونا امر کردن اونا هوایی میزنن یا ما رو میگه پیش شوین، ما پیش میشیم و میگه بزنین، ما زدن میریم کشتن تحت قمانده کافر. اینه و من یتولهم منکم فانه منهم. پس خودتان سر خودتان حکم بکنید. آیت قرآن معلوم دار است. به ضد کافر خود جنگ نمیکنی و حداقل کدام طرف به طرف هم نشیشتی، مستقیما در زیر بیرق کفر آمدی، لباسشان، سلاحشان، دریششان و از این دفاع میکنی و بیخیلی مسلمان میکشی. در آیت قرآن داخل هستی و من یتولهم منکم فانه منهم. این از جمله از اونها هست. هر کسی که از کافر دفاع میکنه الله متعال میگه این از جمله از اونها هست. من اقوال علما را هم در این راستا میخوانیم. ان الله لا یهدی، الله متعال میگه یقین داشته باشین که الله هدایت نمیکنه قوم ظالمین، قوم ظالمی که خوب کفر خودم میفهمه و اصرار میکنه. اگه برش بگویی ایدانیال شاید این میگه که من گفتم، شاید بسیاری کسایی میگه مرا بشنوه یک چند تا در زیر تشنام بده، ولی به خاطر مثلا اما کسای دیگه هستن که قبول میکنن و توبه میکنن، دروازه توبه باز است. خب اشتباه کردیم، نفهمیدم، نمیدانستم، جاهل بودم، بیخبر بودم، قرآن کس برام نگفته بود، علما نگفته بودن، تفسیر گوش نکرده بودم. خب حالا گوش کردی، ملک الموت آمده، تا وقتی که ملک الموت آمده دروازه بود، توبه بکن، رجوع بکن به الله. و اگر بالفعل هستی ترک بکن، در صف کافر نظامی که مثلا به ضد اسلام است ترکش بکن، توبه بکن، رجوع بکن. ابن ابی حاتم میگه که ابو موسی اشعری کاتب داشت و عمر رضی الله عنه از او خواست که نامه ای را که از شام رسیده برش در مسجد بخواند.
ابو موسی اشعری یک کاتب داشت. ابو موسی اشعری چی داشت؟ کاتب داشت. این کاتب از این عمر رضی الله تعالی عنه دید و عمر رضی الله تعالی عنه گفت که کاتبت بیار بگو یک خط برای ما از شام آمده. البته کاتب خوب خط از شام آمده، شاید به چی قسم بوده. عمر رضی الله تعالی عنه گفت بیا این خط بخوانه. ابو موسی اشعری گفت که این خو در مسجد آمده نمیتونه. چرا؟ گفت جنوب است. عمر رضی الله تعالی عنه در حالت جنابت است که در مسجد داخل شده نمیتونه. ابو موسی اشعری گفت که نه، نصرانی هست، کریستیان است. ابو موسی اشعری میگه فانتحرنی، انتحر یعنی خودت مرگرفت و تکان داد. عمر رضی الله تعالی عنه دیدیم ران من میگه زد. ثم قال اخرجوه، زکو این چیز نصرانی رو تو برای کاتب گرفتی. ثم قرأ یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یهود و نصارا دوستان نگیرید. متوجه هستیم؟ المهم ما پیروی از سلف صالح میکنیم. از عمر رهبر ماست. این عمل کرد عمر رضی الله تعالی. امام طبری چی میگه؟ میگه والصواب من القول فی ذلك عندنا ان یقال ان الله، میگه صواب اینجا امام طبری شیخ مفسرین آیت چه قسم تفسیر میکنه؟ میگه ان الله تعالی ذکره، ان الله تعالی ذکره، میگه الله متعال که بسیار عالی است یادش، نهى المؤمنین جمیعا، میگه نهی کرده، منع کرده مؤمنان تمامی ان یتخذوا الیهود و النصارى انصارا، که یهود و نصارا را نصرت کننده خود بگیرن، دوست خود بگیرن. و حلفا، حلیف یعنی کسی که همراهش مثلا دوست می باشی، هم پیمان می باشی، علی اهل الایمان بالله و رسوله و غیرهم، که اینا را کافرها را، یهود و نصارا را دوست خود و هم پیمان خود بگیره، به ضد اهل ایمان، کسایی که به الله و رسولش ایمان دارن. از این امام طبری رحمه الله میگه که الله ما را منع کرده، ای مسلمان ها، ای کسایی که کلمه میخواین لا اله الا الله، امرای یهود و نصارا حلیف، نصیر، نصرت و کمکگر نباشین به ضد مسلمان هایی که لا اله الا الله محمد رسول الله میگه، که شما اونا را دوستان بگیرید و به ضد از اینا دوستان اونا را نگیرید. و اخبر انه من اتخذهم نصیرا و حلیفا و ولیا من دون الله و رسوله و المؤمنین، میگه باز خبر داد هر کسی که اینا را نصرت کننده و حلیف و هم پیمان و دوست خود میگیره بغیر از الله و رسولش مؤمنان، فانه منهم، میگه الله متعال میگه این از جمله اصل کافرها هست. این تفسیر امام طبری است. فانه منهم فی التحزب علی الله و علی رسوله و علی المؤمنین، میگه از جمله از اونها هست در او حزبی که به ضد الله و ضد رسول و ضد مؤمنان ساختن. حزب شیطانی که اونا ضد الله و ضد رسول و ضد مؤمنان هست، این هم در اون حزب داخل شد، در حزب شیطان داخل شد. باز برطنه میره میخوام. و الصواب من القول، امام طبری رحمه الله در تفسیر طبری نشان میکنن، در تفسیر این آیت شریف میگه و الصواب من القول فی ذلك عندنا ان یقال ان الله تعالی ذکره، یقینا که الله متعال نهى المؤمنین جمیعا، تمام مؤمنان را، کسایی که ایمان دارن، آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر و القدر خیری و شری من الله تعالی و بعث بعد الموت، اینا را منع میکنه تمامی ان یتخذوا الیهود و النصارى انصارا و حلفاء علی اهل الایمان بالله و رسوله و غیرهم، که اینا را بالای اهل ایمان، بالای الله و کسایی که به الله و به رسولش ایمان دارن و به دیگران چی کنن؟ اینا را دوست خود یا نصرت کننده خود بگیرن، نگیرن دشمنای الله. و اخبره، باز ما چی میگه؟ میگه همچنان الله متعال خبر داده که انه من اتخذهم نصیرا. اول خوب که نهى المؤمنین جمیعا ان یتخذوا الیهود و النصارى انصارا و حلفا، میگه اول خود نهی کرد که یهود و نصارا را دوست و حلیف و هم پیمان بگیره، بالای کی؟ بالای اهل ایمان، کسایی که ایمان به الله و رسولش دارن و دیگران. خب و اخبر، و همچنان خبر داده که انه من اتخذهم، هر کسی که امی یهود و نصارا را، امی کافرا را نصیرا دوست بگیره،
و حلیفا و هم پیمان بگیره و ولیا نصیرا نصرت کننده بگیره که نصرتشان بکنن و حلیفا و هم پیمان بگیره و ولیا و دوست بگیره من دون الله بغیر از الله و رسوله و المؤمن بغیر از الله و رسول المؤمنان یارا نصیر و حلیف و ولی خود بگیرن فانه منهم پس همین شخص همین کسایی که اینا رو گرفتن از جمله کافرها هستن فی التحزب در این حزب گرایی که این حزبشان علی الله و علی رسول و علی المؤمن به حزبی که به ضد الله و ضد رسول و ضد المؤمن است و ان الله و رسوله منه بریان الله و رسولش از این شخص بری و بیزار هست اگر جماعت باشه از این جماعت اگر گروه باشه از این گروه الله و رسولش بیزار است این که میگه امام طبری میگه چقدر خطرناک است این دوست گرفتن و نصرت دوست و نصیر و حلیف و ولی گرفتن است فقط گرفتن است اما اگر کس حال دفاع میکنن این از این کدام با سخت‌تر است این از این کدام سخت‌تر است در تعریف تولا و من یتولهم آلی تولا میگن امی و من یتولهم این تولا را علما چه قسم تفسیر میکنن در تعریف تولا علما میگن ان ضابط التولی هو نصرة الكافر على المسلم وقت حرب المسلم والكافر قاصدا ظهور الكفار على المسلمين میگه قاعده از چی است که تولی ضابط تولی یعنی قاعده تولی چی هست این هست که هو نصرة الكافر نصرت کردن همکاری کردن کمک کردن به امرای کافر است علی المسلم به ضد مسلمان وقت حرب المسلم و الکافر در وقتی که مسلمان ها و کافر ها در جنگ باشن کافر و مسلمان ها در جنگ هستن یک مسلمان میخیزه اینجا چی میکنه؟ نصرت میکنه کمک میکنه به امرای کافر چی هدف داره؟ چرا که از کافری کمک میکنی؟ قاصدا قصدش چی است که ظهور الکفار علی المسلمین که در اینجا مسلمان کافرها سر مسلمان ها کامیاب شوند کافرها سر مسلمان ها این قصدش است چرا حرکت کافر کمک میکنی؟ به خاطر از اینکه میخواد که اینجا مسلمان ها شکست بخوره و کافرها چی شن؟ کامیاب شوند این از این خاطر یه عالم میگه که و من یتولهم اینی دی آیت قرآن اینی شخص داخل میشه در نصرتش پس این کافر هست این خود شخصی که کافر چی کرده از کافر دفاع کرده و دوستی کرده متوجه شدین این موضوع خب مهم در اقسام تولی کفار یعنی امی دفاع کردن از کفار دفاع شخفا میدیم که اون قسم است اقسام چند قسم است امی تولی و اما تولی ببینید علما نقطه نقطه برای ما شما تشریح میکنن تا که خوب بفهمید مغز موضوع را و اما تولی فهو یعنی اینا اقسامش چند قسم است مثلا سوال ما این است که چند قسم است امی تولی این میگه که و اما تولی و اما تولی دفاع تولی چی هست؟ میگه فهو الدفاع عن الکفار این دفاع هست از کافران تولی چی شد؟ دفاع کردن است از کافران و اعانتهم و معاونت و همکاری است به امرایشان و نصرتهم و نصرت کردن از اینا هست دفاع میکنی اعانت میکنی نصرت میکنی با چی؟ با چهار چیز بالمال والبدن والرأي والمشورة ولو بقلم او کلمه این عالم میگه چهار قسم میشه دفاع از کفار چهار قسم میشه و من یتولهم منکم فانه منهم همین کسایی که از مسلمان ها از اینا دفاع میکنن چه قسم دفاع کنن که در جمله او کفار داخل شوند این عالم میگه که چهار قسم یا کمک مالیکت کافر میکنن این هم در آیت داخل است فانه منهم از دین خارج میشه و کافر میشه یا با بدن خود سلام میگیره با حمایت میگیره میره در پالوی کافر استاد میشه و از
کافر دفاع میکنه و ضد مسلمان ها میجنگه، این هم داخل میشه فانه منهم. سوم و رأی و المشوره، دیگر رأی است، مال شد بدن شد رأی، نظر میده و مشوره برش میده. این نظر و مشوره چی میشه؟ یا به قلم یا به کلمه. یعنی یا نظر میده به نفع از این کافرها، یا مشوره میده برای کافره، با سخن میفته یا به قلم میده. این الکل داخل میشه. اگر کسی مال خدا برای کافرها میده که از مال از اونا استفاده کرده و به ضد مسلمان ها میجنگن، چقدر خطرناک است، چقدر خطرناک است. یک وقت یک جوان ما دیدم از یک کشور چیز آمد، از یک کشور کفری، پرسانش کردم که من گفتم چطور؟ گفت که اول اونجا من دکان گرفتم، باز گفت من پسان از اونجا خیستم برآمدم فرار کردم از امریکا. گفتم چرا؟ که به خاطر از اینکه مالی از پیش ما میگرفتن، باز از اون پیسه مالی ما بر از کرای خود ماش میدادن، از پیسه ما از کرا چی میکردن؟ از پیسه از او از کرا باز میرفتن مثلا در افغانستان از کرای امریکایی مسلمان ها رو بمبارد میکردن. میگه من گریختم از اینجا. این بسیار خطرناک است. این شرایطی الله حفظ بکنه. یعنی امین نصرت کفار به مال میشه، کسی به کفار پیسه میده تا اونا از پیسه ازی بخیزن به ضد مسلمان ها بجنگن. دوم با جسم خودم رایشان کمک میکنن و میرن چی میکنن؟ با جسم خود سلام میگیرن. عسکر است، سای مذهب است، اردو هست، پلیس است، امنیت است، در کنار امریکایی استاد میشه و از اونا دفاع میکنن. از که روس استاد میشه که هر کافری که باشه معلوم مهم نیست. سوم رأی، بر از اون رأی میده، نظر میده، انتخاب میکنه، مشوره میده، به رأی و مشوره رأی میده در رأی گیری در حکومت کفری که کفار است، و یا مشوره میده ولو به قلم، یا به قلم خود به نفع از اونا کار میکنه، یا به زبان به نفع کافران دفاع میکنه با قلم خود یا به زبان خود. این کلش در بین ازی نطاق است، گوینده است، خبرنگار است. مسلمان تروریست میگن، کافر بسیار خوب میگن، کافر بسیار خوب استقبال میکنن، نظام کفر بسیار خوب استقلال میکنن. نطاقا ژورنالیست ها هستن. اکثر این نطاقا و ژورنالیست ها مسلمان ها چی میگن؟ اکثر مفکرین، استادای پانتون، دانشمندا، اینا اکثر با زبان خود یا با نوشته خود، با قلم خود، با رأی خود، با زبان خود دفاع میکنن. بناءً ای کل از اینا و هذا کفر صریح و خروج عن المله. این عالم میگه که این کفر صریح است و خارج شدن از ملت اسلام است، کما جاءت بذلک الآیات، مثل که در این مورد آیات قرآن عظیمشان آمده است. امام ابن کثیر رحمه الله میگه ذکر فی هذه الآیه الکریمه، میگه در این آیت کریمه الله متعال گفت که ان من تولی الیهود و النصارى من المسلمین. میگه در این آیت شریف الله متعال میگه که هر کسی که دوستی و دفاع میکنه از یهود و نصارا، از جمله مسلمان ها، یعنی مسلمان هایی که از یهود و نصارا دفاع میکنن و دوستی میکنن و دفاع میکنن، فانه یکون منهم بتولیهم ایاهم، ای از جمله از اونها حساب میشه به خاطر که ای از اونها دفاع میکنن. و بین فی موضع آخر، میگه در جای دیگه باز میگه الله متعال میگه ان تولیهم یعنی امی دفاع از اینا کس موجب لسخط الله، میگه دفاع از دشمنای الله واجب کننده هست به چی؟ به غضب الله. غضب الله هم نازل میشه. والخلود فی عذابه، و همیشه در عذاب الله ماندن. و ان متولیهم،
و یقینا کسایی که از اینا دفاع میکنن ولو کان مؤمنا ما تولاهم، اگری واقعا مؤمن می بود از اینا دفاع نمیکرد. این قول تفسیر امام ابن کثیر است که آیه شریفه تفسیر میکنن. امام شوکانی هم یکی از مفسرین قرآن است. امام شوکانی رحمه الله میگه و یکی از مفسرین قرآن است، میگه که و من یتولهم منکم، و هر کسی از شما که دفاع میکنه، دوستی و دفاع میکنه منکم از شما مسلمان ها، فانه پس یقینا این مسلمان که خدا مسلمان میگیره منهم از جمله این کافرها حساب میشه. ای فانه یعنی سکل تفسیر میکنه چی میگه؟ یعنی فانه امی شخصی که دفاع کرده از کافرها و دوستی و دفاع کرده است من جملتهم از جمله کفار هستند و فی اعدادهم و در عدد و در حساب از اونها هستند. و هو وعید شدید، میگه این بسیار یک وعید است، جزای شدید سخت است. فإن المعصية الموجبة للكفر هي التي قد بلغت إلى غاية، میگه این گناهی که سبب کفر میشه با آخری درجه خود رسیدن. لیس وراءها غایه، از این که دیگه بلندتر پای کفر نیست، یعنی با نهایت درجه کفر رسیده که دیگه بلندتر نیست. و قوله ان الله لا یهدی القوم الظالمین، و بازده آیت آخر آیت که میگه الله متعال میگه که الله هدایت نمیکنه ظالما را، تعلیل للجمله التي قبلها، میگه ای علت جمله قبلی را بیان میکنه، ای ان وقوعهم فی الکفر، میگه بخاطر واقع شدن اینا در کفر، هو بسبب عدم هدایته سبحانه لمن ظلم نفسه بما یوجب الکفر. میگه ای چرا این علت شو بیان میکنه، میگه چرا اینا رفتن دوستی با کفار کردن و از کفار دفاع کردن، میگه الله میگه به خاطر که کسایی که بالای خود ظلم کردن با آن چیزی که سبب کفر میشه، از این خاطر الله متعال اینا را هدایت نکرد. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، الله متعال قوم ظالما را هدایت نمیگه. اینا ظالمی بودن که خودشان کفر خود اختیار کردن، پس الله متعال اینا را هدایت نکرد. متوجه شدید؟ و باقی مانده احکام انشاءالله در روز دیگه انشاءالله میخوانیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.